و آغاز کردن به چنین کتاب‌های مختصر این اساس است برای دانشجویان. این چی است؟ اساس. پیش از اون یعنی علم آموختن و عالم شدن این یک خانه را از اساسش سر کردن تا دیوارش تا شفتش تا بامش هم خیلی است. اکنون خانه را از شفت و از بام سر نمی کنه، از دیوار، از اساس، از فوندن سر می کنه. فهمیدتون؟ برای طالب علم هم می باید که وقتی که علم آموزی می باید اگر به اختیار خود مکتبه درونده کدوم کتابی که دیرش می فاره این کتاب حفظ کنم از این سر کنم که عالم غلط شدم. نه. فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئا فشيئا. پس طالب علم آغاز میکند، سر میکند بالتعلم یعنی علم آموزی را شیئا فشیئا